بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که امید پیچش نور است در تاریکی. سلام عرض میکنم خدمت دوستان نهالی و خوب خودم. امیدوارم حال دلتون خوب و عالی باشه. در خدمتتون هستم با تدریس فیزیک دهم، فصل مشترک بین رشته‌های ریاضی و تجربی. قبل از اینکه بریم سراغ تدریسمون چند نکته رو باید بهتون بگم دوستان، پس دل بدین و همراه من باشید. اولین نکته این که فصل‌های مشترک بین رشته ریاضی و تجربی که فیلماش قرار میگیره در دسترس همه دوستانم هست. اما بچه‌های ریاضی فیزیک فصل‌های بیشتر و نکات بیشتری رو نسبت به بچه‌های تجربی دارن. اما جای نگرانی نیست. اون فصل‌ها رو تیم نهال به صورت ویژه براشون ضبط میکنه و بارگذاری میکنه و میتونه رایگان ازشون استفاده کنه. دومین نکته، تیم نهال از جزئیات طراحی شده خودش داره استفاده میکنه و ممکنه خیلی از دوستان بگن آقا این نکات و مطالبی که داخل جزئیات نوشته خیلی پایه است و ساده است و خب اینها رو ما میدونیم، ولی انتظاری که ازتون من دارم اینه که به مطالب به خوبی گوش بدید. چرا؟ چون در بیشتر استانهای کشور ما این مطالب هنوز برای دانش آموزا جا نیفتاده. مصداق حرف من همیشه میانگین نمرات نهایی بچه‌ها که قابل ذکر هست و چنگی به دل نمیزنه و این نشون میده که بچه‌ها هنوز مطالب خود کتاب رو به خوبی درک نکردن و براشون جا نیفتاده. ازتون انتظار دارم که مطالب رو به خوبی گوش بدید. جزئیات در کانال تلگرامی ما قرار میگیره، هم جزئیات خام و هم جزئیات دست‌نویس. اگر خواستید میتونید ازشون استفاده کنید. و نکته بعدی اینی که بچه‌ها فیلم ها داره ضبط میشه. مدرسین ما هم تمام تلاششون میکنن که بهترین نحو ممکن این فیلم ها ضبط بشه و در اختیارتون قرار بگیره. اما اگر شما متوجه نقاط ضعف شدید یا جایی براتون مورد ابهام قرار گرفت، میتونید در فضاهای مجازی که تیم نهال داره اونجا فعالیت میکنه به پشتیبان ها و ادمین های ما پیام بدید و در مورد نحوه تدریس، نقاط ضعف مدرسین ما اونجا سوال یا ابهامی بود یا اونها رو با ما در میون بذارید. پس ازتون میخوام الان با انگیزه، با تمرکز همراه من باشید تا بریم تدریسمون رو از فصل اول فیزیک دهم شروع کنیم. فصل اول، فیزیک و اندازه‌گیری. فیزیک، دانش بنیادی. فیزیک به دلیل بنیادی بودنش در مهندسی و فناوری نقش مهمی در زندگی داره و دنبال الگوها در پدیده‌های طبیعی است. اولین سوالی که بچه‌ها میپرسن اما اینه که فیزیک کجای زندگی ما کاربرد داره و اهمیت فیزیک برای اینکه ما بخونیمش چیه. فیزیک در کل میاد به ما کمک میکنه که طبیعت و قانونهایی که در طبیعت رخ میده، همین قانونهایی که ما روزمره باشون سر و کار داریم، مثل چی؟ مثل نور، مثل صدا، مثل همین تصویری که دارید میبینید و همین صدایی که دارید میشنوید. اینها همه از قوانین فیزیک دارن پیروی میکنن و حتی حرکت و گرمای ما و همه اجسامی که دور و بر ماست از قوانین فیزیک داره بچه‌ها پیروی میکنه. برای همین در خیلی از مهندسی‌ها و فناوری‌ها ما از فیزیک استفاده میکنیم و فیزیک رو به عنوان دانش بنیادی میشناسیم. یعنی در همه جا و در همه عرصه‌ها این فیزیکی که نقش موثری داره و پاشو در همه عرصه‌ها و در همه زمینه‌ها و در همه رشته‌ها گذاشته و گفته که من باید در همه جا حضور داشته باشم و من مکمل همه چیزم و قوانین من همه جا کاربرد داره و حرفش هم درسته و هدفش هم اینه که الگوها در پدیده‌های طبیعی رو پیدا کنه و یه الگویی بشناسه و قوانین اون الگو رو مطابقت بده. حالا سوال پرسیده که فیزیک یعنی چی؟ ما به چی میگیم فیزیک؟ و اصلا در دنیا تا امروز ما به چه عنوانی فیزیک رو میشناسیم؟ فیزیک یعنی شناختن طبیعت و قانونهایی که تو دنیا حاکمه، همون چیزی که اول گفتیم. هر چیزی که دور و برمون میبینیم، از نور، صدا تا برق و حرکت و گرما، با فیزیک قابل توضیحه و توجیه میشه. اینها همشون با فیزیک قابل توضیح و توجیه. حالا
سوال بعدی از اون پرسیده چرا فیزیک مهمه؟ چون پایه همه علوم دیگه است. همه علوم دیگه تا فیزیک نباشه قابل بیان نیستن. این فیزیکه که به اونها ارزش میده و اونها رو کامل میکنه. مثلا مهندسی، شیمی، زیست شناسی و حتی تکنولوژی هایی مثل موبایل، همین لپتاپی که دستتونه، همین گوشی که باهاش کار میکنی و ماهواره، همه به فیزیک نیاز دارن. خیلی از قطعات تشکیل دهنده فناوری ها و تکنولوژی های جدید و ابزارهای مختلف، رم ها، مموری ها، اینها همشون بر پایه تکنولوژی فیزیک ساخته شده و کاربرد داره. حالا در ادامه از اون پرسیده دانشمندان چطور به قانونهای فیزیکی میرسند؟ ما در علوم هم خوندیم اولین گام برای اینکه ما یه چیزی رو بهش برسیم اینه که خوب مشاهده کنیم، از حواسمون استفاده کنیم. پس اونها اول مشاهده میکنن، یعنی دنبال پدیده توی طبیعت میگردن، اونو پیداشون میکنن و واسهشون جای سوال پیش میاد که چرا این اتفاق میفته. مثال بارزش چیه؟ نیوتن سیب خورد تو سرش، رفت جاذبه رو کشف کرد. پس اول مشاهده کرده. دوم براش مدل میسازن. حالا در ادامه بهش میگیم مدل سازی یعنی چی، ولی براش یه مدلی طراحی میکنن که اون فرایندی که بخوام بررسی کنن ساده‌تر و راحت‌تر بررسی بشه. یه مدل یعنی طرح ساده از اون پدیده که کمک میکنه راحت‌تر درکش کنیم. حالا میان نظریه میدن. نظریه یعنی توضیح کلی میدن، میگن آقا این اتفاق افتاده، ما حدس میزنیم از این باشه، ما حدس میزنیم از اون باشه و این نتایج رو کسب کردیم. این نظریه کلیه، نظریه مثلا نیوتنیه، این نظریه کامل کشف شد. و در نهایت بعد از اینکه اون نظریه رو دادن میان آزمایش میکنن که ببینن نظریه‌ای که بر طبق مشاهدات و نتایج اولیه به دست آوردن درست بوده یا نه. اگه درست بوده خب هیچ، اگر نبوده ردش کنن یا اصلاحش کنن یا مدل بهتری بسازن. یا کنید بچه‌ها 3 تا گام جلوشون قرار میگیره، یا نظریه رد میشه، یا نظریه اصلاح میشه، یا مدل سازی بهتری صورت میگیره. حالا در ادامه میخونیم که چه اتفاقی افتاده. آیا در فیزیک تا به امروز فرایندی بوده که اصلاح بشه؟ جواب میدیم بله. در ادامه یه مثالی هم داریم. پس تا اینجا ما فهمیدیم قوانین، مدل ها و نظریه های فیزیکی از طریق آزمایش مورد بررسی قرار میگیرن. این نکته خیلی مهمه. از طریق چی؟ از طریق آزمایش مورد بررسی قرار میگیرن و با نتایج آزمایش‌های جدید ممکن است بازنگری یا جایگزین بشه. این نکته هم مهمه، بازنگری یا جایگزین بشه. یا اونو اصلاح میکنن یا یک نظریه جدیدتر و کاملتر و درستری به جاش میشینه. تفکر نقادانه فیزیکدانان نسبت به پدیده ها باعث چی شده؟ پیشرفت و تکامل علم فیزیک. ما یه چیزی رو اول وقتی بهش میرسیم در فیزیک، ما چیزی به عنوان اینکه این ثابته و تغییر نمیکنه نداریم. اگر نظریه ما درست باشه و طی چند سال آینده با تکنولوژی های جدید، با آزمایش های جدید تغییر نکنه، ما اون رو میپذیریم و میگیم این نظریه کاملا درسته. اما ممکنه حتی طی 2 سال، یعنی فاصله 2 سال، یه نظریه ما چندین بار تغییر کنه که در ادامه مثالش رو میبینیم. مثالی که ما گفتیم مثال مدل اتمی بوده. بریم ببینیم این مدل اتمی در طی این چند سال چگونه تغییر کرد. مدل اتمی ما در سال 1807 دالتون برای اولین بار اومد گفت اتم مثل یه توپ بیلیارد بدون هیچ چیزی داخلش، فقط یه توپه، یه پوسته است، هیچ چی داخلش نیست. در سال 1904 تامسون تقریبا 97 سال بعد اومد گفت اتم مدل کیک کشمشیه. اتم پر از بار مثبت و الکترون ها مثل کشمش توش پخش شدن. گفت اینجوریه. 97 سال بعد تامسون گفت آقا اون نظریه‌ای که دالتون داده اشتباهه، نظریه من درسته. رادرفورد 7 سال بعدش در سال 1911 گفت اتم مدل هسته‌ایه، یه هسته داره و الکترون‌ها دارن دورش میچرخن.
2 سال بعدش، ببینید فاصله کم بوده، 2 سال بعدش بور اومده گفته مدل سیاره‌ای الکترون ها توی مدارهای مشخص میچرخن. نه این چیزی که رادرفورد گفت هر جایی که بخوان بچرخن، هر جا نمیچرخن، توی مدارهای مشخص میچرخن. تا در سال 1926 که شرودینگر اومد گفت مدل ابر الکترونیکیه، دیگه نگفت الکترون کجاست، مثل بور و رادرفورد نگفت الکترون توی مدارن و هر جایی میچرخن، گفت احتمال داره که کجا باشه. طی این سالها از سال 1807 تا 1926 که تقریبا میشه 119 سال، 5 نظریه مختلف در مورد اتم وجود داشته و بیان شده و مورد بررسی قرار گرفته تا سال 1926 که کاملترین و جامعترین شرودینگر بوده. پس همین موضوع بوده که باعث شده فیزیک علمی بنیادی باشه و تکامل پیدا کنه. حالا ما در صفحه قبل گفتیم دومین قدمی که دانشمندان برمی‌دارن اینه که مدل سازی میکنن. حالا میخوایم یاد بگیریم مدل سازی یعنی چی. فیزیکدان‌ها برای اینکه پدیده ها رو بیان راحت‌تر بررسی کنن و پیچیدگیشو کمتر کنن، میان پدیده ها رو مدل سازی میکنن. پرسیدیم مدل سازی یعنی چی؟ یعنی ما اصل اتفاق رو ساده و قابل فهم میکنیم، اینقدر ما اتفاقات رو ساده و قابل فهم میکنیم تا بتونیم چیکار کنیم؟ راحت‌تر بررسی و پیش بینی کنیم که چه اتفاقی همون لحظه و هم در آینده برای اون پدیده ما رخ میده. حالا ازتون میپرسم چرا مدل سازی مهمه؟ گفتیم دیگه، 1. فهم پدیده ها آسان‌تر میشه، میتونیم اثر یه عامل رو جدا بررسی کنیم. 3. پیش بینی آینده حرکت یا رفتار سیستم راحت‌تر میشه. ما میتونیم بگیم که اون پدیده‌ای که داره رخ میده در آینده چه تغییر رفتاری داره و چه تغییر شکلی داره و چه اتفاقی قراره براش بیفته. یه مثال ساده براتون آورده که گفته بررسی حرکت توپ بسکتبال. فرض کن یه توپ بسکتبال رو به سمت بالا پرتاب می‌کنی. چند تا چیز هست که روش اثر میذاره؟ خب من از شما میپرسم، همتون قطعا این تجربه رو داشتید. وقتی توپ بسکتبال رو از دستتون رها می‌کنید، فکر می‌کنید چند تا نیرو بهش وارد میشه؟ من براتون میکشم. فرض کنید این توپ بسکتباله. خب که شما این رو از دستتون پرتاب کردید. موقعی که از دستتون رها میشه، اینی که توپ ما ممکنه چی داشته باشه؟ چرخش. خب اولین قدم گفتیم این که چرخش داره. دومین قدم نیرویی که باعث میشه ما روی زمین بمونیم و در هوا معلق نشیم بهش چی میگیم؟ نیروی جاذبه و مقاومت هوا. 3 عاملی که ما میدونیم به توپمون وارد میشه هنگامی که از دستمون رها شده این 3 تاست. 1. چرخش توپ، 2. نیروی جاذبه و 3. مقاومت هوا. حالا من از شما میخوام بپرسم، اومدیم این توپ میخوایم مدل سازی کنیم. گفتیم از جزئیات صرف نظر نمی کنیم، صرفا میخوایم حرکت توپمون رو ساده تر کنیم. اولین قضیه‌ای که واسه سختی کار ما میشه چیه؟ چرخش توپمونه. اگر ما چرخش توپمون رو نداشته باشیم خب کارمون ساده تره. برای اینکه چرخش توپ رو نداشته باشیم چیکار میکنیم؟ میایم توپمون رو یک نقطه در نظر میگیریم بچه‌ها. این نقطه‌ای که در نظر گرفتیم توپ ماست. این نقطه شبیه سازی توپ ماست، ما مدل سازیش کردیم، پس این نقطه توپ ماست دیگه. این نقطه نمیچرخه. اگر بچرخم اثرش اونقدری نیست که چرخشش قابل لمس باشه. حالا از چرخش صرف نظر کردیم. بین نیروی جاذبه و نیروی مقاومت هوا به نظر شما کدوم کلی‌تره کدوم جزئی‌تره؟ از کدوم میشه صرف نظر کرد، از کدوم نمیشه صرف نظر کرد؟ بچه‌ها درست گفتن مقاومت هوا. چرا از مقاومت هوا صرف نظر میکنیم ولی از نیروی جاذبه صرف نظر نمیکنیم؟ من از شما سوالی پرسم. فرض کنید از نیروی جاذبه ما صرف نظر کنیم. هنگامی که ما توپ رو رها میکنیم و پرت میکنیم به سمت بالا، خب یه نیروی مقاومت هوا بهش وارد میشه و این ممکنه که سرعتش کم بشه و یه جایی وایسته. ولی آیا توپتون به زمین برمیگرده؟ نه. خب شما یه بار که این توپ رو به سمت سبد پرتاب کنید، خب دیگه میره به سمت سبد و بر نمیگرده. و اگر بخوایم دوباره بازی کنیم، خب بریم توپ جدید بخریم، دوباره بیایم اینو پرتاب کنیم، دوباره میره تو آسمون میمونه، دوباره بر نمیگرده.
ولی اگر ما بیایم از مقاومت هوا صرف نظر کنیم، ما جزئیات رو از دست ندادیم و اون اثر عامل مهمه برامون همچنان هست. ما این بررسی رو داریم انجام میدیم که توپمون روی زمینه، پس مهمترین عاملی که باعث برگشت توپ به زمین میشه همین نیروی جاذبه است. پس من از اثرات کلی صرف نظر میکنم. وقتی میگم اثرات کلی بچه‌ها، نسبت به اون مدل سازی که من دارم انجام میدم اثرات کلی رو من صرف نظر میکنم و ازشون میگذرم. ولی اگر ما بخوایم خیلی مسئله‌مون رو فیزیکی تر و با اثرهای بیشتری این رو در نظر بگیریم که چه اتفاقی براش میفته، باید ما مقاومت هوا رو در نظر بگیریم. اما چون فعلا ما میخوایم مدل سازی کنیم و این اثر رو ببینیم که چه اتفاقی قرار میفته، از مقاومت هوا صرف نظر میکنیم و فقط نیروی جاذبه، نیرویی که برای ما جزئی تره و قابل لمسه و برای ما مهمتره، ما میایم در نظر میگیریم. در ادامه گفته در مدل سازی اثرهای جزئی تر نادیده گرفته میشود، اما اثرهای مهم و تعیین کننده حفظ میشود. چیزی که در مثال قبلی ما هم به ذکر کردیم، یعنی مقاومت هوا صرف نظر میکنیم ولی نیروی جاذبه چون اثر مهمیه و تعیین کننده است ما صرف نظر نمیکنیم و همون اثر رو نگه میداریم. بریم در ادامه. در ادامه بهمون گفته که آقا رسیدیم به کمیت‌های فیزیکی. بچه‌ها در زندگی روزمره ما دو عنوان داریم، کمیت و کیفیت. چه تفاوتی با هم دارن؟ تو جزوه نیست ولی خب بهتره که خودتون بنویسین و یادداشتش کنید. کیفیت عنوانی که برای ما قابل اندازه‌گیری نباشه. مثال بارزش احساسات. شما شده از دوستتون بپرسین چند متر ناراحتی؟ خب این سوالی که من دارم مطرح میکنم خنده داره. ما تا حالا از کسی نپرسیدیم چند متر ناراحتی، چند کیلومتر خوشحالی، چند کیلوگرم تو ناراحتی، چرا مثلا 200 متر ناراحتی، چرا 20 متر ناراحت نیستی؟ خب اینها اشتباهه. ما کیفیت رو نمیتونیم اندازه بگیریم. در مقابلش کلمه‌ای داریم به عنوان کمیت، یعنی چیزی که قابل اندازه گیری باشن. کمیت فیزیکی یعنی ویژگی‌هایی از فیزیک که قابل اندازه گیری باشه. مثل چی؟ مثالش اینجا داریم. مثل طول، واحدش چیه؟ متر. مثل جل، واحدش چیه؟ کیلوگرم. مثل دما، واحدش چیه؟ سیلیسیوس، کلوین یا فارنهایت. مثل سرعت، مثل نیرو و خیلی از کمیت‌های فیزیکی و هر چیزی که در فیزیک بشه اندازه‌گیری کرد ما میگیم کمیت فیزیکیه و قابل اندازه‌گیریه. ما کمیت‌های فیزیکیمون رو بچه‌ها به دو دسته تقسیم می‌کنیم. کمیت‌هامون یا نرده‌ای یا برداری. چه تفاوتی با هم دارن؟ کمیت‌های نرده‌ایمون فقط یک عدد دارن و یک یکا که در ادامه می‌خوانیم یکا چیست و چه وابستگی به کمیت‌ها دارن. مثل اینجا نوشتیم 45 درجه سیلیسیوس. 45 درجه سیلیسیوس یا سانتیگراد که واحد چیه؟ دما. 168 سانتی متر که سانتی متر واحد چیه؟ واحد طوله. 65 کیلوگرم. کیلوگرم واحد جرمه. پس فقط اندازه مهمه ولی جهت ندارن. کمیت‌های برداری ما جهت دارن، هم عدد دارن هم جهت دارن. مثل چی؟ میگیم 25 کیلومتر بر ساعت که سرعت یک جسمه. 25 کیلومتر بر ساعت سرعت یک جسمه و گفته به سمت شمال حرکت میکنه که جهتش خیلی مهمه چون معنی رو کامل میکنه. بچه‌ها کمیت‌های برداری باید جهت داشته باشن، اگر جهت نداشته باشن اشتباهه. و نکته طلایی گفته هر کمیت باید با عدد و یکای مناسب بیان بشه که در ادامه خواهیم خون یکا چیه. کمیت‌های برداری باید علاوه بر عدد و یکا جهت هم داشته باشن. بدون عدد و واحد هیچ کمیتی معنی نداره، حتما باید یکاش ذکر بشه. ما نمیتونیم بگیم 45. خب 45 چی؟ 45 متر، 45 درجه سانتیگراد، 45 کیلوگرم، 45 تن، باید یکاش ذکر بشه تا ما کمیت رو بفهمیم. خب ما به پایان این جلسه‌مون رسیدیم. من نمیخوام خستتون کنم. جلسه بعد قطعا به یکاها میپردازیم، یکاهای اصلی و فرعی رو میخونیم و امیدوارم که جلسه امروز براتون مثمر ثمر واقع شده باشه، تونسته باشین استفاده کنین. مفاهیم خیلی مهمی رو امروز گفتیم، فهمیدیم فیزیک در زندگی ما چه کاربردی داره، در وسایلی که داریم ازش استفاده میکنیم کجاها کاربرد داره، کمیت‌ها رو فهمیدیم، مدل سازی رو فهمیدیم و اینکه نظریه‌های فیزیک دستخوش تغییر قرار میگیره و همین تغییر باعث میشه که
فیزیک به تکامل برسه و ما یاد میگیریم که این فیزیک درس زندگیه. امیدوارم که از جلسه امروز به خوبی استفاده کرده باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا جلسه آینده. خدا نگهدار.